کافی ما درباره از است که مثلا ما چطور کاستماین کنترل کنیم دیگه. بعد پیش از اینکه سوال دی بسته که چطور ما کنترل کنیم، بعد سوال از کنیم که چطور ما کنترل کنیم. در نظر سرای چرا آدم نیاز داره که ما کنترل کنه، چرا نیاز داره که فکر خراب و بعض افکارهای که ذهنش ما کنترل کنه. مثلا پیش که ما باره فکر کنیم که چرا مایند کنترل کنیم، کنترل مایند چی هستن. یه میخوام برات بگم که خیلی مردم کس دی اصلا دی فکر نافتاده که مایندم کنترل میشه نمیشه. دقیقاً. خب کل عمر تیر کده، پر زندگی تیر کده، نمیشه که دی فکرم نکرده که آیا مایندم کنترل میشه نمیشه. دقیقاً. و بخوایم مایند خره، ذهن خره، ذهن یعنی رفتارای خوره، عادتای خوره کنترل کنیم. و باید دی بفهمیم اول که مو کی هستیم، عادتای فعلی مو، باورای فعلی از مو چیز خیلی هستن. ما فکر بفهمیم که ما باورای مثلا تغییر ذهن یعنی تغییر باور. درسته؟ تو چیزی که باور داره، مثلا یک وقت میشه که تو یک بچه ریزه کلی باورش چی هسته که فلانی چیز ما رزید منه که نیست باید برست داریم. اون کل خوشی کسته دون موضوع هستن و باورشون میه. ولی وقت که تا چند سالی بزرگتر میرسم یک باور مختلف دیگه پیدا میکنه. وقتی که مثلا چند سال بالاتر میرسه یک باور دیگه پیدا میکنه، یعنی دیدشی نسبت به بس تغییر میکنه، یعنی ذهنیت تغییر میکنه. درسته؟ یعنی میشه تغییر ذهنیت. وقت بخوایم ذهن خرا تغییر بدیم باید بفهمیم که آیا ذهنی که فعلا ما داریم آیا درسته یا نیسته. باورهایی که ما فعلا نسبت به بحث داریم بفهمیم که آیا درسته یا نیه. خب برای اینکه ما بفهمیم باورهای از ما فعلا درست است یا نیه، بحث رو باید در نظر بگیریم. مثلا براش من مثال میزنم. یک وقتی شاید خودم شاید باشین نداره که ما کل کوشش میکردیم، شب روز کار میکردیم، کل تلاش میکردیم، چون برای از ما باور از ما ذهن از ما این می بود که تلاش زیاد موفقیت زیاد. درسته؟ گفته در ویدیوهای موتیویشن شاید دیده باشی که میگن تو هر چقدر تلاش کردی اگر نرسیدی بیشتر تلاش کن، نشد بیشتر تلاش کن، نشد بیشتر تلاش کن، کم تلاش حتما کم کردی نشده. و این من دی باور بودم سالها دی باور بودم که من حتما که دی جای نمیرسم مشکل تلاش مثلا. وجود ما خیلی تلاش میکردم، خیلی زیاد تلاش میکردم، خیلی کوشش میکردم و این چیز زیاد از ذهن از من جای داده بود که تلاش، مثلا تلاش زیاد نتیجه زیاد. و سالها وقت کشتم مفهوم که نه، تلاش زیاد نتیجه زیاد نیه. تلاش اصلا با نتیجه که میگیره تو ربط زیاد نداره، داره ولی زیاد نه. مثلا براش ما بخوایم واضح‌تر کنیم، سالهایی که یک نفر میگه که تلاش کرده ولی از نتیجه نگرفته، ولی اگر اون نتیجه گرفته اون نتیجه خوشحال نبوده. چون تو امروز خیلی نفرای میگن که در سطح خیلی بالای زندگی نه، سطح بالا در نظر مردم امروز چیه؟ حیثیت زیاد داشت و خانه زیاد داشت و شهرت داشت و مثلا سابسکرایبر زیاد داشت و برای از وقت موفقیت نمیه. تا چند وقت پیش برای ما موفقیت نمیشه زاوده، تا چند سال پیش، چند وقت پیش درسته؟ ولی در واقع اصلا موفقیت اینا نیسته. این یک باور است که موفقیت اینا اصلا نیستن. ما بعد از سالها کوشش که نتیجه که ما از درسایی که برای من زندگی درک از اشتباهاتی که ما یاد گرفتم و در نتیجه رسیدم که کوشش خوبه، زحمت خوبه، ولی اگر دو کوشش زحمت یاد خدا نباشه او هیچ به درد نمیخوره، او در هیچ جایی نمیرسه، او در هیچ نتیجه نمیرسه.
نعم. بعد یک آیه قرآن هستم، سوره انفال آیه 29. خب مم. خداوند درباره راه حق و باطل صحبت منه. مگه اونهایی که ایمان آورده، اونا را مو قلبش را توانایی زیر میدیم که تشخیص حق و باطل را بتونه بده. مم. اونهایی که ایمان آورده، اونهایی که بیشتر عبادت خدا را منه، تشخیص حق و باطل را بده. یعنی مم. کسایی که از عبادت خداوند دور هستن، اونا این تشخیص حق و باطل دیده نمیتونه. مم. یعنی تا چند سال پیش را برای از من یک کس میاد مو گفته که اینی کار صحیحه، موفقیت پیسه نیه، خانه نیست، نیه. ما به خدا مسخره میکردیم. مم. میکردیم یا نمیکردیم؟ نعم. ولی امروز کلا ذهنمون تغییر کرده. برای ما اصلا اون چیز معنا نداره. پیسه معنا نداره، خانه معنا نداره، موتر معنا نداره امروز برای نعم. هم؟ یک کس یک آدمایی هست، ما فکر مونه که پیسه داشته باشی تو، خانه داشته باشی تو موفقی، کار خوب داشته باشی تو موفقی، نام فلانی چیز داشته باشی تو موفقی، تو خوشحالی، فلانی چقدر خوشحال است. یک ویدیو یادت هست چند سال پیش یک ویدیوی زیاد مشهور شده بود. نفر بلی بایسکل سرای دوی سرک مورن، بلی بایسکل سوار هستن، دوی سرک مورن، پالیش یک موتور تیر میشن، مم. موتورسایکل تیر میشه. اون موتورسایکل سعی منه میگه وای چقدر آدم خوب است، چقدر آدم موفق است، یک بلی موتور داره، ما بلی بایسکل هستم. مم. موتوری پیش مره که بلیش پالیش یک موتور تیر میشه. یه طرف موتور موتورسایکل بلی موتور سعی منه وای چقدر آدمی خوشبخت باش، خدا موفق است که بلی موتور داره. هم؟ مم. موتور رو طرف تیر میشه، پالیش مثلا یک چیز بهتر از ما موتور، بهتر از ما گو این موتور داشته. هیچ چقدر خوشبخت. یعنی انسان موفقیت را، خوشحالی را کلا در وسیله دنیا میگرنه، در چیز بهتر میگرنه. هر چقدر که بهتر از او باشه، این بهترتر از او میخواه. خب مم. خوبتر از او باشه، گرانتر از او باشه، گرانتر مثلا از او بده یک سطح بالاتر از او میخواه. مم. هیچ وقت خوش نمیشه. هیچ وقت خوش نمیشه. مم. فهم. از ما خودم به این نتیجه رسیدم که بعد از این همه تجربه که ما گرفتم، شکست هایی که ما خوردم، زحمت هایی که ما کشیدم، توانایی که ما کردیم، از خیلی چیزها را دیدم، خیلی چیزها را دیدم. به این نتیجه رسیدم امروز از ما خوشحالتر کس نباشه ریزم. نه خانه دارم، نه پیسه دارم، نه چیزی دنیا رو دارم، هیچ چیز خاص ندارم، ولی از من خوشحالتر شاید کس نباشه ریزم. واقعا. مم. چرا؟ چون ما فهمیدم بعض چیزها را که مردم خیلی دیر میفهمن. مم. ما سرالی. او شاید از یک کم زودتر فهمید. سرالی. دیگه دو چیزهایی که برای دور برش نداره، دل بسته نمونم، کوشش نمونم برای یک چیزایی که جردش نداره. دقیقاً. دقیقاً متلستان. خیلی هایی که واقعا در یک جاهایی رسیده، خیلی هایی که مثلا ما مثلا یعنی یا کوچکترین بیلیونر دنیا بود. خب در صاحب جیم شارپ میه. جیم شارپ یک از بریدینگ چیز است، یک از برند لباس است و او کس یعنی یک از جوانترین کسانی بود که زیر 30 ساله است بیلیونر شد. بعد سوال کرد که چطور بیلیونر شدی؟ گفت ما که بیلیونر شدم خبر ندارم بیلیونر شدم. گفت من در فکری ما اصلا در فکر پیسه نیستم که چطور ما بیلیونر شدم. بعد یک سال دیگه است در نام لاهی میگم از ایران است. بعد اون میگه همین کسایی که واقعا در غم شهرت نیست اونا مشهور میشن. کسایی که در گذشته زمانه در غم شهرت بودن، اونا در غم شهرت نبودن وقت کس سرش کامیاب شده، چون او یک کاری که دوست داره و انجام داره است دیگه. دقیقا است واقعا که تا که کارهایی که یاد خدا نباشد او کارها کسته هیچ وقت در نتیجه نمیرسه، چون تا شاید یک پیکی برسه، شاید یک جای برسه خب، اما پس موقتی است، پس پایین مره، پس تامه. مثل فرعون وریم. فرعون ده یک از چیزای خیلی بزرگ جهان بوده، اما نه آخرت نتونست بره، نتونست کس تا آخر زمان بمونه تا پریده، چون که درش یاد خدا بهش نبوده، چون که در سرش سیخ فخر میکرده.
سر جایداد و سر کارهای فهم. بعد انسان ها آخن یکی بعضی چیزها کس خبر نیست، خون بعضی چیزها باز بارها خبر نیست. مثلا یک از چیزهایی است که فرض مثال اگر تو یک نقاش را دو تا قلم بدی، یک قلم سیاه، یک قلم سفید، و فقط میتونه یک نقاشی ساده سفید و سیاه برات جور کنه. اما تو اگر همه چیز رو بدی، همه رنگ های بدی، میتونه یک نقاش خیلی خوب داشته باشه، نقاشی خیلی خوب بکنه. و خیلی نفرا خبر نیست از اینکه چطور این ذهن ما چطور کنترل میشه. این خبر نیست از این چیز، از این موضوع. ما یک از خریق دوستا گام زدم، بعد گفت ما درباره سوچ خیلی تشویش‌های دارم در ذهن خودم. گفتم چه تشویش‌هایی داره؟ خب میگن انت مشکلات ذهن است. خب مگه تو در خدا باور نداری؟ مگه تو کنترل فردا داری؟ گفت نه ندارم. خب گفتم که خب چرا بهش فکر می‌کنی؟ گفتم چیزی که عمر گفت ما ذهن کنترل نمیتونم، ما فکر کنترل نمیتونم. یعنی دوش فهمیدم که والا مشکل ذهنی که مثلا نمیتونه ذهن کنترل کنه. دیگه واقعا کسایی که این چیزهایی هست که آدم بفهمه زندگی خیلی میتونه کمک بیشتر کنه، خیلی کمک زیاد کنه. از مثال نفرایی بوده اصلا هر نفری کامیاب بشه کنی این خبر داشت تو ذهن کنترل کنه، این خبر داشت تو کار کنترل کنه. ما از بزرگترین سی او ها، از بزرگترین کسایی که کمپانی های خیلی بزرگ داره و از نفرایی که ملاهای خیلی بزرگ هستن، خب ما امی آیت الله طباطبایی میگه از ایران که یک از عالمای، یک از ملاهای خیلی خیلی بزرگ بوده. او هم کس از تکنیکای سالم که تو زون کنترل کنه. اما نفرایی است که بودیست است، نفرایی است که فرض مثال اونا هم کس در تکنیک خود کنترل کنه و این نفرای سیو در ما این طرف خود کنترل کنه. اما در تکنیکایش تقریبا یک برابر میشه، اما اینا یاد داره که تو من کنترل کنه. از او خاطر کسته اینا جزء کسایی هست که کامیاب هستن. دقیقاً یک سوره قرآن هستم، سوره غاشیه آیه 3. خب سوره غاشیه آیه 3 داریم. خداوند میگه اینا کسایی است که پیوسته در روی زمین عمل مونه، خسته میشه ولی هیچ نتیجه نمیگیره. آمدی؟ اینا کسایی است که پیوسته در روی زمین عمل کوشش مونه، زحمت میشه، هیچ نتیجه نمیگیره. اینا رو گفته که اینا جمله کافران مثلا در حساب میخوام. یعنی از این نتیجه وقتی که من آیه را شنیدم رفتم تفسیرش خواندم که آیه یعنی چی میشه. این آیه برای کافرها زبطر نیه، برای مسلمان ها است. اونایی که کوشش مونه، خیلی سخت کار مونه، خیلی زحمت مونه. ما گفتم که کوشش مونه، مگه تو موافق نستی کوشش زیادتر کن، موافق نستی تلاش زیادتر کن. ولی تو هر چقدر تلاش کنی تو موفق نمیشی. این مثال است که خوش که میگم خوش هست‌ترین نفر کسایی هست که کسایی تلاش بیشتر مونه. خیلی 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 زیادش میشینه میستره. خیلی یک مثالی بری هست. خب هر کس جور که یک مثال داره. ولی اینالی مرزی آیت در نتیجه رسیدم که موفقیت اول توکل در خدایه. توکل در خدا نشته باشی در کار خود تو هیچ چی نیستی. نه کار تو، نه جایداد، نه ثروت تو، هیچ چیز نیست و هیچ ارزش نداره. هر کار کنی توکل در خدا، کوشش کنو، انتظار نتیجه فقط از خداوند بخوای. نتیجه از خداوند بخوای. از دایی فکر نباش که ما کوشش نم ما توانایی نتیجه رو دارم، ما توانایی زور نداریم. در واقع در واقع ما فقط توانایی نداریم که ما نتیجه مثلا به وجود بیاریم. ما کوشش خونیم، نتیجه دهنده و خدایه. درسته؟ ما خودم از این آیه وقت رفتم تفسیرش خوندم، ما ای درک گرفتم که
تبین کوشش که تا کار که خداوند شریک نباشه، زندگی خداوند شریک نباشه، تو هیچ کس و هیچ چیز نیستی. چون روزی دهنده مویه، روزی گرینده مو، روزی گرینده مو است. نه هم دو سعی خواهم مثلا اجزای میگم یک وقت که ما کار منیم دنیا دزی کار کنیم که ما کار برای رضای خدا منیم و چون کاری که عبادت هست کار برای رضای خدا منیم اما رضای خدا هست که برای رضا نیست دیگه. بعد یک از چیزایی که بخیل گفتم گفت وقتی که تو کار منی چون بخاطر زی کار منی چون تو خدا رو خوش داره. چون وقتی که میگی خدایا من که تو رو خوش دارم و ای خانواده میکسته، ای فرزندان میکسته، ای فامیل میکسته، من چون یک کسته اینا جور کردی است دوست من بلد نه کار منم چون تو اینا رو دوست دارم بلد منم کار منم چون تو اول خدا واسه منه چون من بخاطر که تو دوست دارم من بخاطر نفرای فامیل خم برای از من کسته کار منم بخاطر استون دیگه ده تن اصلا همه کامیابی های روزمو همه چیزای روزمو از خدا هستن تاکه خدا با نرسش باشیم و کامیابی شاید در یک حدی برسه اما خیلی بالا نموره. دقیقا یک جمله خیلی واسف که از استادای پاکستان است که مگه مثال قشنگ زده. مگه فکر کو یک دسترخوان آوار هستن، روی دسترخوان بهترین غذا، خوشمزه ترین غذاها میزباندگیه و تو هم گشنه‌ای. وقتی گشنه باشی فکر کنم غذای خوشمزه پیش ماندگی باشه چقدر مثال زاگیز مطلوبان آدم آجام میشه. خب همون رقم آدم دلش میخواد بخوره و وقتی که دسترخوان میشه یک دفعه گشنگی از بین میره دیگه اصلا تو دلت نمیشه نان بخوری چون گشنگی از بین رفته. چند از پیش چقدر گشنه بودی، چقدر اشتیاق داشتی ولی دو دقیقه بعد دیگه گشنگی از بین رفته، واجد تنوز یک دام نخورده. خب یعنی مگه خداوند اگر بخواه توانای هر کار داره، او که روزی رو میدن روزی رو میگیرن و او که برای تو احساس گشنگی رو میدن و احساس گشنگی رو از پیش میگیرن. فهمیدی؟ دقیقا نکنم ببینیم خب بسیار خوبه. علی درباره ازی که یک چیزی مثلا یک چیزی هست در نام ازی که ذهنم کنترل میشن، یک چیزی هست در نام ازی که آدم میتونه افکار خود کنترل کنه، افکار خود بتونه بازیاش کسته. مثلا خیلی نفرایی هست که در یک وقتهای خیلی تاریکی است اما در مرور در زمان خیلی زیاد است، در خیلی زمانی خیلی زیاد کسته در جای تاریکی است. و بعد یک از فرق بین آدمای موفق و آدمای ناکامی است که سختی سر کس میخوام. یک از چالنج است که هر انسان باید فیس کنه هر و یه طرف خدا است که انسان را امتحان منه و نفرای کامیاب است و اونا نفرای است که از اون تاریکی زود بیرون میشه یاد درکشتو خود زود بیرون کنه. اما نفرای که ناکام است اونا دونج دیر میمونه، اونا نفهمن چطور از اونجی بشنه. مثل دمزی رفیق نگفتم که من افکار خود نمیتونم کنترل کنم، من چطور یعنی افکار کنترل کنم. یعنی یک چیزی چون وقتی که تو میگی خود کمزور معلوم میشی. یعنی خداوند در قرآن میگه که چیزای خداوند خوش داره، احسان خوش داره که خداوند احسان کسایی که بتونه خود بالا کنه، کسایی که ایندیپندنت هستن. و وقتی که تو میگی من خود نمیتونم کمک کنم یک والای یعنی تو خود شیطان تسلیم کردی که من این فرد مثلا نمیتونم این کار کنم. و اگر تو بگی من نه چون شیطان است دکتر داره و شیخ من داره و چیزا من این کار نمیتونم. خیلی نفر است که خیلی کارهای عادتهای بدی داره، مثلا سیگرت میکشه چیزا میگه من نمیتونم. اما این چیز نیست و یک فکر است که شیطان ذهنش است. مثلا نفر است که خیلی لیزی است، خیلی شاید روزهای بوده که در خانه بودن میگه نمیتونم عادت چینج کنم. نفر است که در فکرای خیلی منفی است
مگر من میتونم برات چینج کنم، اما این شیطان است در ذهن چه وسوسه نه که تو نمیتونی چینج کنی. چون یگانه مقصد شیطان است که تو را به ارزش کنه. چون دیده وقتی که سوفنهار گفت سجده کرد، خداوند گفت من ارزش یا شیطان گفت من ارزش من بالا است. خب ارزش زیاد و از خاطر یک از هدفهای شیطانی است که ما را به ارزش احساس دلجی کنه. هر کار می‌کنه چون من گفته که من تو من به ارزش هستم، ما می‌خوایم تو به ارزش شکسته که ما دی باور میشیم، یعنی که ما تسلیم به شیطان میشیم، تسلیم در چیزا نمیشیم. و اینالی دی فیز بعدیش میایم که ما مثلا طور میتونیم که فکر کنترل کنیم. نه نظر استاد میتونیم که افکار کنترل کنیم. یک قبل استمرت یاد یک آیه انداخته خونی ثبت است سوره المؤمنون آیه 115 ما او را زیاد کنیم بعض وقتا قبلا زیاد کنیم مگه افحسبتم انکم الینا لا ترجعون. مگه فکر کن ما رو برای چیز دنیا آفریدم، آیا ما برای شما رو برای الکی دنیا مثلا آفریدم؟ یعنی بنده خود که فکر کن وقتی که وقت ما باید در باره فکر کنیم که ما چرا در دنیا آفریده شدیم، واقعا باید فکر کنیم در باره ما جوابای سوال خود میگیریم. هم امروز یک ویدیو یک نفر شایم کدوم همتر بعد نفر قسم کرد که 70 سال عمرش بودک 70 سال عمرش بودک گفتی در 70 ساله مسلمان بوده ولی هیچ وقت نماز نمیکرده، هیچ وقت نزدیک خدا نمیده، هیچ وقت قرآن نمیخونده، هیچ وقت اصلا چیزا زیاد ایمان نداشته بوده. هم در سن سال 70 سالگی ای در یک محفل مورم که تو محفل یک دفعه میتر شنوایش گم میشه، شنوایش از دست میره، شنوایی خره گوشاش دیگه نمیشنوه. پیش هر دکتر مورم خب همه چیز اشتباه از لحاظ استیراد چیز کم نشته باشه، چیز هم کم نداشته. در کشور مورم پیش هر دکتر مورم هر دکتر رو جواب میده مگه هیچ کاری اسم برنامه تو شنوایی خد دست دیدی. خب ای چون مگه وقت کردم تا مشکل برخورد دیگه تو خدا مفته. خب دیگه این مورم شده بود. شروع کرد نماز خواندم، شروع کرد قرآن خواندم، قرآن را قد تفسیر و قد معنای شروع کرد خواند. یک وقت شروع کرد خواند بعد از چند مدت چند ماهی در قرآن خواندو قدر غرق شده، چون من قرآن بعض داستانایش قدر جالب بود منش تفسیر میخونیم صدا غرق میشی مثل کسی که من فیلم تو خودو غرق میشه که نمیفهم ساعت چرخم تیر شد. قرآن مرقم از وقتی که من واقعا آدم بفهمم. خب این غرق شده بود و خواندن تفسیر قرآن که نفهمید که چرا یک دفعه شنواییش خود جوش ده که جوش است. این معنایشی اگر بخوایم تزبان ساعت خود بگیم که یک اختاری بده که خداوند برش داده که یک کس را ماه خداوند 70 سالگی برایش مفت اختار میده، یک کس 30 سال پایینی میده، یک کس زودتر میده، یک کس دیرتر میده تا که باید بفهمه که تو هیچ چیزی نیستی، همه کاره ما هستم. تو فکر نکن کوچ است تو در یک جای میرسن، زحمت است، خانه است، پول است، هیچ چیزی نیست. اونا همه کاره ما هستم، دینده ما هستم، گرینده ما هستم. اینالی سوال که کردیم مثل یک کس که بخواه ذهن خره کنترل کنه، ذهن خره تغییر بده، چند چیزا مهم است. اول که باید ای باره فکر کنه در آیه قرآن که چرا آفریده شده. وقتی که باید ای باره فکر کنه هر کس نتیجه مختلف رو میگه. بعد از باید فکر کنه. ولی ما چیزا رو میگم
برای کسایی میگم که نماز میخونه و عبادت خدا رو میکنه، کسایی که نماز نمیخونه عبادت خدا رو نمیکنه، برای ما اجرای حل ندارم، خام اجرای حل ندارم. مثلا مالی آفرین. خب چون برای از من رای حل فقط تو وقت رای حل پیدا منی، رای حل تو پیدا نمینی در ذهن تو کسی دیگه یکی میده، خدا که ذهن است او چیز رو نشانه برات قرار میده. درسته؟ ما یک وقت بودک، خیلی سالهای پیش بودک، البته سالهای 10-12 سال پیش بودک، 10 سال پیش بودک، ما میگفت بود که نماز مشت خلاف نمیخوانیم، ولی با ما او زمان قدی زمان مقایسه کنم، زمین تا آسمان و بارهایم رفتارهایم تغییر کرده، ذهنم تغییر کرده. ما اینالی داستان رو کوتاه کنم بایدیم. باید کسی که نماز نمیخوانه، قرآن نمیخوانه، برای از ماجرای حل ندارم. کسی که نماز میخوانه او وقت ذهنش باز میشه که اون نماز خوره مداوم بخونه و حداقل کم یک صفحه خیلی زیاد نیه، 2 دقیقه در وقت نمیگیره، 5 دقیقه در وقت نمیگیره قرآن بخونه. ما یک چیز بگم بشنوین، ما روزی یک صفحه قرآن میخوانیم در زبان عربیش، تا که زبان عربیش یادم نره، میشه زبان عربیش خوانده بتونم، و یک آیه در روز چیز تفسیر میخوانم. یک آیه چه خیلی است؟ هیچ چیزی نیست. خب یک آیه، ولی تو یک آیه اگر تو مداوم بخوانی، هر روز بخوانی، خیلیه خیلیه، چون یک آیه تفسیر از او خیلی بزرگ میشه، از آیه تفسیر شی، چون خیلی معناهایی داره، خیلی دوباره خیلی چیزای اشاره میکنه. و اینالین اول که باید نماز خورم، قرآن خورم مداوم بخوانم و پابند باشه زرزو، و دایی باور باشه که همه کاره و بالاییه، من هیچ کاره نیم، من هیچ توانایی ندارم، توانایی دهنده و بالاییه، توانایی کننده و بالاییه. دایی فکر باشه، دایی فکر نکنه که ما همه کس هستم، ما همه چیز هستم، ما فلان هستم، ما معلم هستم، ما دکتر هستم، ما فیتر هستم، ما ولتر هستم. نه 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 نه، بعدم دایی اشتباهه. دومی که باید بشناسه که من نسبت بعضی چیزها چی باور دارم. من آیا نسبت به پیسه چی باور دارم، نسبت به مرگ چی باور دارم، نسبت به زندگی دنیا چی باور دارم. باید خود خرکم انالیز کنه. خب دومی که یک باید وقت خود انالیز کرده این در بعض نتیجه میرسه که ما چطور هستم. وقت چیزهایی که مفهمه از نظر ایمان اشتباهه تغییر بده، از نظر خود چی نه، از نظر ایمان، از نظر دید اسلام اشتباهه تغییر بده. خب در اسلام رفتار انسان را خیلی مهم گفته. یعنی یک مثال شنیده باشین و یک روز یک از ملاها که بالای 40 سال عمرشن ما را خانه خو از منبر ما را خانه خو و بچهش کدام اشتباه مونن و این سر بچه خیلی بد قار میشه، شاید کدام چپاق میزنن نمیزنه ولی خیلی بد قار میشه و شاید خوف میگه نه که عبادت 40 سال عمرش بین رفته. خب سگو رفتار انسان بسیار مهم است، ولی در بین از مو مردم، بین فرهنگ از مردم رفتار انسان را در دین اسلام اصلا مهم نمیدانه، مهم فکر نمونه. میگم مو یک تو نماز خواندی مسلمانی صحیحه. اگر تو هر چقدر نماز بخونی رفتار صحیح نکنی و نماز تو هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش نداره.
دیگه همین بحث چیزا رو بگم بعد دیگه چیزایش فعلا یادم نیستم. بخیر. من قبل سيستطيع يكز رفتارهای انسان خیلی سستخون. من از من از سالشتگی فکر کنم ایرا در سلام وقت که در میراج مره از خدا بسرنا که کدام یکی از ثوابها در نزد تو خداوند خیلی شایسته است. بعد گفتی که شایسته باید است رفتار انسان در زمین. رفتار انسان در زمین تو واقعا اگر فهمیدی اگر نماز چیزا نکنی اما حق انسان را نخری بالاتر از است که کسانی نماز دست بگن نماز نسونه، اما اینی حق انسان کسی دیگه خیلی سسته و بلند رفتار آدم فهمیشه پولی کارا چطور دو کس قدیم یک هر کسی که در زمین است اونا همه خلقت خداوند، اونا همه بنده خداست و اگر مو کسای خوشتره اون باید بنده از اون کس رفتار کنیم و این رفتار از مو قدونا نزد خداوند شایسته است که مو یک نفر دیگه است رفتار رونی یک نفر دیگه بده بعد که من نماز میخوان روزه میخوان روزه میگرفته خیلی اما با انفایق باید بده من أجمل أو تدمر الأزمة السلام إذن نبض تجهيز بس واجد من مرة وقتی تکرار دیگه رفتار دم خیلی مهمه است واقعا. بعد بسیار با من چند چیزایی دارم که بیشتر ذهن کنترل کنم و یکی اولی که مهمیه که آدم توانایی داری پیدا کنه که ذهن کنترل کنم که در زندگی خیلی وقت هست که چالنجز است، خیلی وقت هست که سختی است و این سختی ها را هر نفری پیش میام و بتونه در این سختی ها کس ذهن کنترل کنه و یک از چیزایی که ذهن خودم میتونه کنترل کنه این است خب دو رقم طریقه است. یک طریقه ای که است طریقی که با تبایم و اون یک از عالمان خیلی بود اون یک از نفر پیش شما گفته کوشش کرد که توجه زیر کستن توجه زیر ببره توجه زیر جا دیگه ببره اما نتونستن توجه زیر جا دیگه ببره بس گفته که یعنی خیلی جالب بس ما میتونیم توجه کس دیگر جا دیگه ببره من توجه نتونستم جا دیگه ببره این نفر جادوگرا میقرارن نخون جاسن جادو نمونه او توجه در جا دیگه ببره اما او کس دیگه رقم او اشیار کس شور میدین تا که تو فکر نشنه. مثلا در سکول که سایکولوژی خواندیم بعد بین سایکولوژی یک دانه مور 20 نفر بودک دکنی گفتنی کل برکست نفر دیگه پاس نه بعد شما حساب کنید چند پاس نه دیگه خود چند پاس میشن بعد دیگه پاس خود شما حساب کنید بعد سعی کردیم خود در بعضی که پاس کردیم ویدیو خلاص تک گفتی اوکیش تک سعی کردیم آره ممکن که شما چیزی را شادی بزرگی گوش کردیم ممکن چی شادی بزرگ باش که وقتی مود فکر من حساب کنه توپ بده یک شادی خیلی کتاز بین نفر تشته در بین ویدیو ملوش نکرده کتا شادی سیاه بین ستشته يعني ذهن انسان استك جاي مرة وخيل نفرق ذهن كنترول نمتنا وهميشه دا هو مشكلة كسر في خدريسنا او مشكلة دا سر في خدرين يعني يستك دراي حل فكر منه وخيل نفرق دا يش نجيش اسحب صدقي لاست چون ناکس درو دمو چیزی که اتفاق افتیده درش فکر منه. یک نفر بود در تایلند یک از سودانیا بود سودانیا در سونامی شده سودانیا خیلی در تایلند مره سونامی شده بعد او کس وقتی اردویش کس فامیلیشی از دنیا رفته ده یک شیامار 10 سال بعد چی تبانی کس در فکر بده تبانی کس افسرده بده خون که ما فامیل هجی سودو ما چطور میتونه زندگی خوب داشته باشه اما یک دیگهش که کم بس زندگی نواز علاقه است ما کس درو دایی فکر نواز و یک چیز است که تمرین یک زین ما مثل یک ازدلی است که تمرین میشه طور آدم تمرکز کنه جوخ مثل ذیک ازدلی مثل جیم موریم
یک عضله که تو زیادتر ورزش کنی عضله تو قوی میشه بزرگ میشه روز اول رفته رفته 5 کیلو بتونی بالا کنی اما بازی تمرین کنی بتونی 2 کیلو 20 کیلو بتونی بالا کنی از وزن. بعد یک از تکنیک هایی که مثلا از تبایی استعمال منه است که یک جای آرام میشه یک جای آرام است ذهن شما خور منه و فقط در یک دنه یاد یک نامی الله فکر منه خیلی وقتا یک نامی الله فکر منه مثلا یک نام خدا الله میگیره بعد کس خدم دم گروفایش کس فکر منه و کوشش منه که دمو دوران یک تایمر میله 5 دقیقه دمو دوران کس فقط فکر شده دو باشد چون دو مو در روز کس هزارها فکر در ذهن میاد بعد دو تیم کس در فکرهای دیگه در ذهن میاد فکرهای دیگه ذهن میاد کوشش ندستم شه خیلی دمو 5 دقیقه تو سگنی تو سعی منی که چند دفعه تو دیسترکشن میشی چند دفعه کس هوش فکرهای دیگه موره اما تو وقتی هوش موره پس سنزو بیری از این فوکس تو کس در چیزا میشه قوی میشه. بعد چیزایی که مثلا نفرای که در دین باور نداره چیکار منه خب دین که اسلام باور نداره چیکار منه اونا هم تکنیک هم رقم تکنیک استعمال منه اما وای یک طریقش منه دیگه فرض مثال مورا اما در حالت آرام میشم شما کور منه بعد کس فقط در یک چیزی فکر منه مثلا تو یک صدای میل صدا فکر منی و صدا خد وجود صدا است هر وقت که فوکس تو جای گرفتك انت توجه بس للصداع میگه باجي ده نفس فکر منی نفس کشیدن فکر منی بعد اگر توجه جای گرفتك پس للصداع ده نفس فکر منی دیگه ای باعث میشه که تو در مرور زمان اون عضله تمرکز بیشتر شنه و قویتر شنه تا تو بتونی خیلی وقتا بعض فکرایی که خیلی منفی هستن دبلشی استاپ دی که ما بسن تا وقتا رو به فکر کنم دیگه بعد دیگهش نمیخوام فکر کنم و ذهن از ما انسان ها یک رقم هستن چون که ذهن از ما جور شده تا که ما را زنده نگاه و چون که جور شده که ما را زنده نگاه کنه ما همیشه به خاطر چیزهای فکر منیم که اشتباه است زندگی ما چیزهای فکر منیم که صحیح نمونه زندگی ما فرض مثال اگر تو یک نفر باید دو نفر باید تو بگه که تو یک آدم خوب هستی اما یک نفر باید تو آدم بد هستی تو دو نفر فکر نمونه که تو رو خوب گفتک اما تو یک نفر فکر نمونه تو بد گفتک خواهم دو نفر دیگه هستیم چرا تیر میشودک بعد گفتک که چی فکر منی تو گفت والا دار پیداشتم من پن پیش گم شدگم بگرم پن پیر بگیر برو رایخ بگیر گفتک پن پیر دیگهش که موگود فهمید پوزر فهم شدک پن رفیق فکر نه الان نفر دیگه میاد پن پیر دیگهش میاد دوران گفت والا پن پیر دیگه موگود پیش فهم شدک دیگه زین از ما این رقم جفته که ما همیشه کس در مشکلات فکر داره هستیم الان فکر ما باید بزرگم وقت دلیم تا که در چیزهای مثبت فکر کنیم چیزهای مثبت فکر کنیم دیگه به نظر من یک از چیزهایی است که خیلی مثالای است مثلا مثالای خیلی است مثلا یک از نفرایی است که خیلی داستان جالب است نفرایی که امی کمپی زندانی هیتلر که چیز داشت از باش زنده برشد بعد این کس فامیل چی زن چه اسپیش برداد فامیل چی کس اسپیش برداد اسپیش خبر اصلا فامیل خبر نبود چون دو کم کیبوری یعنی که مردن دیگه این خو دومی دیگه پس بیایی خو این دیگه ما دنیا رفتم اما او گفت من گفت من کم کس ما خوشترین نفر دو کم بودم ما کسی بودم که خوشترین نفر بودم چون ما میتونستم انتخاب کنم که ما خوشحال باشم یعنی ما انسان میتونیم انتخاب کنیم که ما میتونیم خوشحال باشیم دیگه و اون کس چیزی که کار میکرد گفت خیلی چیزهایی هست که نفرای دور برمه نفرای نازی نفرای هیتلر پیش میگرفته اما او که ما چطور احساس منم از ما نمیتونم بگیرم دیگه اون گفت ما وقتی که دوران مصیبتم بودم ما کس فقط در چیزا فکر میکردم نه که ما از این جذاب میشون در قانون میشتم بعد شاگردای کسی داستان میگم همه چی این چیزایی باعث شد که ما چیزا شنم اینا رو کسته اوورکم اینا رو کسته کامیاب شنم
و یک داستان دیگه هم خیلی جالب است. واقعا این یک از چیزایی است خیلی خیلی نفرای دنیا فارمونه. یک دن از یک از بوکسرای خیلی فایترای خیلی چیزا بودن، فایترای خیلی خیلی عالی بودن. و وقتی که یک فایتر کس است، وقتی تو باید فایت منی، باید مشترک توی رقم تو باید یک دیوال دی یک جای دی تا که اینا خیلی کج نه و اینا کسته دیگر تو دی درد نکنه. اینا انت دی درد نکنه اصلا، تو دستنگ دی ماش مکم دی درد نکنه. اینا مثل یه آهن ولی جوش نه. بعد این نفر و منزل تا که دستایش خون شدن در مصدق نبوده. بعد نفر دیگه چطور زد تو، یعنی دستایتم خون شد تو باز میدهم دی. كل وقت ما ده بوكسين منهم ما ده أو منهم ما فيك من ده فاميل من ده خانة است فاکن فکر من ده فامیل من ده بچه‌ایم که در قریه هستم و دونا فکر کنم دیگه. این یک از چیزایی است که آدم بتونه ذهن کنترل کنه تا که در چیزایی که مثبت است دونا فکر کنه، نه ده چیز در همیشه در راه حل فکر کنه. من یک چیز میخوام اضافه کنم برای نزل اینجین دقیقا میکنم استماع قبل قبول دارم سایکو و نفری که از زندان هتلر نجات پیدا کرده کتاب زور مخوندم خون خیلی تخلف پیش بوده کتاب حقیقی خونده بودم. اگر تو بای او را کتاب شیر انالیز کنین تو مفهمی که او علتی که او خوشحال بود امید بود. نکم درسته؟ و یک چیز دیگه هم هسته که امید در آینده خوب است تو رو خوشحال مونه، ولی این امید موقتی است. این امید اگر تو یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال اگر نشونه باز تو احساس ناامید میشی، چون تو امید در آینده داره. ولی او امیدی که در خدا باشه وجود ناامید نمیشه، بخوای کل عمرم باشه. او امید از سه است که امید از در آیندهش بود، اولادهایش بود، در فکر کتاب بود، در فکر دیگه بود. امید از سه بود، یک امید داشتک. ولی امید از او که زیاد طولانی مرافته او ناامید میشه، چون امید از او دیگه از آینده قطع میشه، خوشحالی از او قطع میشه. ولی او کسی که امید چی فقط در خدای و بالاییه وجود امید قطع نمیشه، وجود خوشحالی در کسی پیش گرفته نمیتونه. نخن مهم نیه ای وقت چه قضیه باشه. ما خودم از او کتاب این نتیجه را ما وقت که خواندم این نتیجه را نگرفتم، ما خیلی پسان بعدن این نتیجه را گرفتم دوباره از کتاب. امید خیلی خوب است. امید توکل، یعنی توکل تا خدا کن، یعنی این توکل واقعا یک معجزه. کوشش کنون توکل تا خدا کن. دقیقا میترسانه دقیقا نمیترسد. یعنی هر چیزی که هسته واقعا از پیش خدا ما خو مو یگانه چیزی که داریم توکل است. چون از او روزی که تو پیدا شده از او روز یعنی توانایی زیر داره که تو بومری. از او روز که نوار نفس پایین گرفته، از او روز که است یعنی امکان زیست که تو از دنیا بری. خب دیگه یعنی هر روز از مون است در توکل است، از روز مون است توکل در خدا است و همین زندگی باید تو باشد. چون اگر تو خیلی نفران شاید فکر نکنی مثلا اگر من پولی داشته باشم یک چیز داشته باشم شاید زندگیم کسی سیف است، شاید من بتونم از خیلی چیزا برنیشم. اما نه، وقتی که اگر خدا تو رو امتحان کنه میتونه او چیزا پیش بگیره و این توکلی است که باید انسان ها زندگی کنه. و نفرایی که مثلا یک از کسایی بوده که مسلمان شده. بعد اینا در امریکا یک از گروپ‌های هستن که این گروپ‌ها هستن تربیت میده، اینا دانش میده، اینا هستن در کالج‌های خیلی خاص بهش میبرد تا که اینا را یاد بده، تربیت بده تا که مسلمانان از راه دین دور کنن.
خب اینا کسته امریکایی خبر بده که ما نمیتونیم مسلمانان رو با ترس با مرگ بترسانیم. اینا از مرگ نمیترسه. اینا کسایی نیست که از مرگ بترسه. خب اینا از مرگ ترسنی نیستن. ما کوشش کردیم از مرگ نمیترسن. ما یگانه راهی که اینا رو بتونیم چیزا کنیم، قدرت از ما بگیریم، این است که ما اینا را از راه دین بکنیم. و بعد یک از امسی کسایی که تربیم داده تا که اینا مسلمانان از راه دین بکنن، این رفت که بوره دمزی تربیه بوره و اینا کس تحقیقات قرآن کنه، یک چیزار کنه. بعد تحقیقات قرآن شده خود مسلمان شده میخوان دختر. بعد از اوی را داستانش خیلی جالب است. بس اون آتش و نفرایی که زده اینا خیلی کلار بوده. بعد دیر گفت که تو اگر چیزا میشین مثلا ما تو اینی قدر پول میدم، اینی قدر چیزا میدم، اما بلیش نگاری نوی فراری ویش خیلی خب که ما اینی گاری استویه، اگر تو چادر خلوچ کنی سرخه نه دیگه این مسلمانان که از طرح اونا زوکان همیشه پیش مره قبل سیست واقعا. دقیقاً یعنی قبل قبل دارم هذه داستانا امروز دنیا خیلی زیاد هستن. خب اگر ما بریم داستان یکم داستان رو دنبال فکر کنیم، واقعاً بسیار داستانای زیاد است که مردم یک وقت نماز خره تا هیچ چیز دنیا نمیدیم. خب هیچ چیز دنیا نمیدیم. اینالی اگر ما پس بایم بریم اصل موضوع که درباره تغییر ذهن، چند چیزای ساده که ما خودم عمل می‌کنم و میره برای شما میگم. ما هر روز کوشش نم زیاد نه یک صفحه کتاب میخونم. هر کتابی نه، کتابایی که داستانهای خوبی است، داستانهای مثلا که داخل چه آدم که زیاد میگیره سبق آمیز است. کتاب هایی که درباره شخصیت انسان تغییر می‌کنه، کتاب هایی که درس‌های زندگی خوبی است، کتاب هایی که در بخش کاربرد کمک می‌کنه. زیاد نه یک صفحه. کوشش نماز قصر وقت کنم. این خیلی مهم است. مهمترین چیز در روزمره از من که نماز باید انجام شد. و بعد از نماز کوشش که یک صفحه حداقل قرآن بخونم. زیاد نه، چون بعض وقت تو زیاد میخوانی ولی 3 روز دیگه نمیخوانی. یک روز زیاد میخوانی. ما گرفتم گفتم نه، ما زیاد نمیخوانیم نصیب. نه یک صفحه میخوانیم، هر روز میخوانم. بعد از هر نماز میخوانم. نماز صبح بعد از یک صفحه، نماز ظهر اصلا بعد یک صفحه، نماز شام مغرب شام بعد یک صفحه. میشه در روز 3 صفحه. درست؟ و گفتم روز یک آیه تفسیر میخوانیم. روز یک آیه تفسیر روزانه 10 دقیقه وقت میگیره. اینا کلی زیاد وقت نمیگیره، خیلی کم وقت میگیره، ولی تاثیر خیلی زیاد داره. ولی در نظر انسان سنگین معلوم نمیشه که آدم بگه نمیتونم. خوبیش اینیه. ولی تو اگر خیلی زیاد بخوانی، یک روز زیاد میخوانی، صبحش باز برات خیلی سنگین معلوم میشه، دلت نمیشه بخوانی. و انگیزه از وجود انگیزه نداره که بخوانی. نقم من اینالی بعد از کسته بعض وقتا انسان هستن ناامیدی احساس منه، خستگی احساس منه. این در وجود کل انسان هستن، ولی کسایی که در نماز پابند هستن همیشه نماز خونن، اونا کمتر این ناامیدی را احساس منه. خیلی کم وقتا این اتفاق میفته، خیلی کم وقتا. خب ما وقتا کوشش که نماز کنم. اگر خسته بودم ما نماز مونم، اگر خسته نبودم مورم ورزش مورم. خب ورزش مورم زیاد نه، 20 دقیقه نیم ساعت. چون وقت ورزش که انسان مونه تو بدن تو قدر بلش فشار میه، ذهن دو بدن بلش فشار میه که چیز دیگر نمیله وارد کنه. یعنی فکری که از وجود هسته و حذف پاک میکنه در لحظه ورزش. یعنی تو نیم ساعت دوباره یک چیزی که فکر نکنی ورزش کنی، بعد نیم ساعت دیگه و چیز کم در ذهن تو مایه، تو بر ذهن فشار نمیره، احساس تازه موره چیز. و
برای اینکه اینا رو من انجام میدم، اینا مر برای اینکه ذهن کنترل کنم خیلی کمک منه، خیلی کمک منه. من یک روز اگر نماز قضا کنم، من یک احساس بد دارم، ام. ام. احساس بد نسبت به خود دارم، از خیلی بدم میاد. نخیر. و ما فعلا کس از ما نماز آذان صبح ما کس خیلی زود میشه، ساعت 4 تقریبا ساعت 4 میشه، ساعت 4 صبح آذان میشن. و قبلا کودک دیر میشه، ساعت 5 نیم 6 آذان صبح میشه. ام. بعد از وقت من نماز شب را همیشه انجام میدادم. یعنی نماز شب را من پیش که نماز صبح بالشون، نماز مغرب بالشون، ما زود که نیم ساعت پیشتر بال میشد تا نماز شب را انجام بدم قبل از نماز، قبل از کازان بدیم. ام. و من احساس کردم که نماز شب چقدر تا آدم آرامش میده پر روز. شاید خود تو خانه با شاید احساس کرده باشی ام. چقدر در پر روز آرامش میده نماز شب. ام. و چیز دیگه خیلی 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 مهم است که من هر روز رو انجام میدم، هر روز انجام میدم. من روزانه یک تسبیحی که میشه اینه حدیث مهمی همیشه. ام. من فقط یک چیز میگم، استغفر الله. یا عادت کردم داخل حدیث مثلا گفتم اون قدر که قصه من صبح خونم وقت که صبح شروع منم ما گفتم مورم ما وقت سعی منم که شب سعی منم که چند دانش 3000 دانه 5000 تا 7000 تا 10000 تا موره. یعنی تو ذهن تو روی یک چیزی دیگه مشغول است، چیزهای که هر فالتو را، چیزهایی که اجارش ندارد از ذهن تو نمیله وارد شونه. ام. 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 فهمیدی؟ و یعنی یک قدر مرا کمک کرده اینمی گفتن استغفر الله در روز. چون مخ بزو یک جای موریم دیگه، یا پیاده‌روی مونیم یا یک جای سر کار موریم، سر کار پس نهیم یا رانندگی مونیم یا یک کار مونیم، خب بیکار هستیم. یا تو یک چیز گوش مونی قرضو گوش امیران دست رو گفت موری، یا تو قدر کس گپ میزنی، وقت که تو گپ صحبت کنی، وقت که صحبت کرد تو فرصت داره. ولی آیسته سوالش کم سخت است، اصلا عادت میشه. ما این باز وقت که او در جیب من باشه اینمی به فکر نکس گم کردم. ام. خیلی مهم است. ما این کارایی است که ما روزانه انجام میدیم، روزانه. و اینا بروی از ما خیلی تاثیر کرده، روی تغییر ذهن از ما خیلی تاثیر زیاد کرده، خیلی تاثیر زیاد کرده. زیاد چی اینمی استغفر الله، نماز سر وقت و قرآن خواندو. نخیر. خیلی مهم ترین چنمیه. نکنم دستم. یک از استادایی که دارم گفت خیلی نفرای است خود دنیا با وجود مسلمان نیه خوشحال است. ما باز نفر خواهیم که مشت است خوشحال است با مسلمان نیست. یعنی یک زندگی چیزا دارم عملی دارم. و خداوند میگه کسایی خود چیز گفته که تو هر کار میبری خود کنی، هر کار میبری نفس خود کنی. یعنی اگر اینا کسایی که بازش خوشحال است در این زی خوشحال است، اونای دنیا رو میخواین و اونا چون کارهای خوب کردن بخاطر از که خدا پاداش در دنیا میده اونا خوشحالونه. و از اون خاطر نفرایی هست که مثلا شاید می چیزی که من گفتم مدیتیشن منه، بعد کارهای خوب انجام میده و اینا کس زینای شکست آرام میشه. و این دنیا کس چیزهایی داره، این دنیا کس خود قدرت داره که انسان را آرام کنه. اما وقتی که تو بخوایی مثلا در یک از لیوالای بالای برسی، یک از سر برسی، اما یگانه رایش است که خداوند تسنیه بخواد، یگانه رایش است که خداوند تسنیه. خداوند در چیزا میگم فکرم سوره راد است، چند آیه است که چند است که میگه خدا میگه الا به ذکر الله تطمئن قلوب، یعنی فقط با یاد خدا دلها آرام میشه. خیلی خیلی واقعا چیز من شدم، خیلی خیلی با پاورفول بک. یعنی تو وقتی که مثلا وقتی که ذهن آرام نیست، وقتی که زنی است، فقط برو یک دور که نماز بخوان، فقط برو مثلا ذکر خدا و کسایی که روزانه ذکر خدا رو منن اونا آرام است. اونا که الله به ذکر الله تطمئن قلوب.
و وقتی که یه مسلمان یک از جنگ های خسته باخته بودک در وقت زمان سلام، بعد مسلمان ها خیلی افسرده بود، خیلی پریشان بودک. بعد مسلمان ها شده نبودک، یعنی بعضی افسرده بودک. خداوند چی میگه؟ خداوند میگه اونا از بهیش آرامیش دلهای از ما که پیدا کردم تا که آرام شد. اینا یعنی اونا کسا چلا فرمان کسا پریشان نبودک، آرام بودک، خیلی آرام بودک، با وجودی که جنگ باخته بودک اما آرام بودک. چرا؟ چون که خداوند دل واقعا باقی شد. ولی خداوند در قرآن میگه که این شما نیست فکر میکنید که ما آرام شدیم، اما این خداوند در دل شما که از آرامش پیدا دیگه. بهترین راهی که واقعا میتونه آدم ذهن آرام کنه، میتونه کسا آرامش رو پیدا کنه، فقط ذکر خدا است. فقط ذکر خدا است. و خداوند میگه که مثلا 24 ساعت کنین، امون روزانه بسر امون کارایی که می سر وقت کنین، اما چیزای اضافه کنین واقعا در هم در دنیا دارامش تو دنیا تو و در طلاب آخرت. دقیقاً دقیقاً یک حدیثی هستم میاره که درباره چی صحبت می‌کنم. میگه دو چیز مردم را در دنیا تباه و برباد می‌کنه، هلاک می‌کنه: ترس از فقر و فقر فروشی. ترس از فقر و فقر فروشی. ترس از فقر کسته تو رو مجبور نه تو در کار دستی، تو رو پریشان نه، تو رو استرس میده، تو رو مگه تو رو مثلا به وقفت رو مجبور نه که تو کار کنی، میشه استرس داشته باشی. و فقر فروشی که امروز بین مردم بخیری وات شده، بین کلچر مردم، بین فرهنگ مردم بخی چیز نرمال شده. فقر فروشی فلانی مبشم ماچر نمبشم، فلانی درم ماچر ندارم، فلانی یک چیز رقم است ماچر نیم. مثلا بخصوص بین فرهنگ از مازارا بخی زیاد نرمال شد، زیاد نرمال شد. اصلا هر جایی واقعا در یک بین کلچر زربان اصلا در هر جایی که سکنی واقعا یستم، هر جایی سکنی هستم واقعا. ولی این یک از گناه های بزرگ روی زمین است. اگر ما باید دقت کنیم، اولین گناه در جهان که ابلیس انجام دادک، شیطان انجام دادک، چی بود؟ فخر فروشی بود که ما از آدم بهتر هستم سرزنانی. اولین گناه بود در جهان انجام میشه و به خاطر از فخر فروشی خداوند او را لعنت کرد و تا این روزی که تا قیامت او جمله بدترین موجود است در جهان. درسته؟ دقیقاً. سیکو خداوند وقتی کسی که فقر فروشی کرد او را لعنت کرده، این تو فکر به چقدر گناهی بزرگ باشه. صحبت هست اینه چیزی آدم آده باشیم اضافه کنیم. دقیقاً اوترا خواهن که فوان لفظ ابلیس بوده، خلقتهم من نار و خلقتهم من تین، که تو از خاک جور شدی، از گل جور شدی و من خاطر آتش جور شدم، بس تو بهتر هستم. و انسان هم دقیقا همون کار منه، اصلا لباس بهتر بپوشه و فکر کنه که کسی که لباس داره و از ما کمالشتر هسته، از ما کمالشتر هسته. و اینا باعث شده که زندگی خیلی سخته. زندگی و این چیزها را یک از اسلحه‌های شیطان است که استفاده کنه تا زندگی را سخت کنه. و یک از هدف شیطانی است تا که عروسی را در خیلی سخت کنه. و الان که سعی کنیم نفرایم پیش یک درسی که داریم، چیزی که واسه نه چیز دیگری داره، چقدر پیسه داره، چقدر فهمیده چیز داره، اولی می چیزا که استکون فوکس هستن. و چون مطلب چیست که شیطان در هدف کامیاب شده سر از ما تا کنار
امو فقر فروشی استش بفروشه دیگه. ما يعني کس بگویم بس دقن مرقم داخل و یک چیز در هر جای است. داخل مثلا این یک سایت این سویلان کن یک نفر بود جس شکسته در جانچی لباس کردی 2000 ایرایی بدک چیزایی پتلونی نفکر کنم 1000 ایرایی بدک ساعتای نمیدونم 4000 5000 ایرایی بدک. بعد نفر پول نداشت پول بلیط خیلی بخره اصلا پول بلیط بوس نداشت بلیط بخره. نفر کنترل استاپ پیدا بدک فهمیدی او را جرمانه دادک چیزا اما تو لباس شد چون اونا میخواه برای مردم خوب شمار میشنه میخواه خوب شمار میشنه سیکنی کلا برندهای خوشنمایی در دنیا اصلا تریلیون دلار که است اندستری است که چطور بتونه فرون سال تو را بیشتر دکتر و چیزا چیزا میخواه که چطور بتونه تو را خوشنماتر کنه چطور بتونه یکست بهتر نگاه کنه. و خداوند سوره نور میگه که ما دبین انسان دبین آدم دبین مرد کس یک چیزی انداختم که و دبین زن یک چیزی انداختم دبین زن چیزی انداختم که اونا گوشی منن که من اینو خوشنما باشم. میگه که یک وقت یک زن میگیرید میگه یک زن همیشه توقع داره که تو هر روز بهش بگی تو خوشنما هستی. یعنی این عروسی یک زن است در همیشه بهش بگی واسه میگه کسایی که عروسی شده است باید اینا شما همیشه دو زن بگین هر روز بهش بگین خوشنما هستی. اونا چون اونا میخواید تو بهش بگی خوشنما هستی. و مردا چیز که برای مردا پوشیده چون مردا میخواید چیزهای خوشنما را هی کنه. و اگر زنها بتونه این کنترل کنه تا که ما توجه مردم جلب نکنم کامیاب شدن. اگر مردا این را بتونه کنترل کنه تا که ما خوشنما را سعی نکنم کامیاب واقعا مرقم دقن ساعد دبقو بس يعني اوکی دیگه هم میدونم در چیز مطلعی دیرش دک دیگه فکرم که امین تمام کنیم اگر پیدا باش ما یک چیزی آخر برای شما خواهیم بگم نداریم است باید دوستایی که گوش منم که در سوره بقره آیه 45 نکنم گفتم که واستعینوا بالصبر والصلاة از صبر و نماز یاری بگیرید. یعنی او صبر و نماز که در کسی یاری ندید از کسی یاری نمیده و صبر و نماز چه ارزشی داره؟ مردم میگن من نماز میخوانم ولی بازم کل اتفاقای زندگیش استرس ها و چیز دیگهش بعضی وقت من نماز میخوانه خوبه ولی تراویش کنه نماز میخوانه واقعا مر ناامید منه. کم کنه نماز نمیخوانه برای ذکر سر واجب است ما خال باید آرامش بخونیم. مهمترین چیز در روز که است برای نماز نه فکر نیم هم که واجب است برای زود بخونم کلاش نبر دنبال کار اخبار خیلی من عجله فقط بگیم فشار خیلی سخت میشه. مثل بعضی که سر کار است میبینی گرم دقیقه آخر کار است دو یک کار میدی چقدر هم زود کار میکنم خلاص دورم دیگه وقت نشد فوق اینو اون مرخم نماز اون مرخم گرفتم ولی ما برای ما کسی خیلی ناامید کننده واقعا. خداوند خودش میگه که صبر و نماز یاری بگیرید و ای کسی که باور کو که صبر و نماز برای توکل خدا کنه صبر و نماز برای یاری بخوایم واقعا دو صبر و نماز که برای زو یک آرامش خیلی زیاد میده. آرامش خیلی زیاد میده. نه نقطه آخرم خلاص ندادیم. دقیقا بسیار خوب گفتین. حالا که جلسه تمام کنیم باید نمزد ما دو آیه تمام کنیم. زمین که سوره بقره رو گفتی واستعینوا بالصبر والصلاة و سوره رعد و چیزایی که الله بذکر الله تطمئن القلوب که با یاد خدا قلب ها آرام میشه. دیگه اگر می دو تا سوره رو همه کس سرش عمل کنه
من فکرم شاید دیگه سختی های زندگی پیام سختی های من اما قلب هایش آرام است و نمیگه سختی ها نمیست سختی ها من اما اونو آرام است. بعضی افراد دیده که مثلا سختی های سش است زندگیش پر از مشکلات است ما سعی می‌کنیم که بعد نفر تو به غرب است بخدا خبر میگه چون کسایی است که ذکر خدا است چون قلبش آرام است. اگه یک نفر معمولی رو قدر مشکلات سرش بدی میگه یا خدایا کجاشونم دیگه او چون ذکر خدا است قلبش آرام است. دقیقا مرقا مشکلات ها همش جمله روند زندگی هستن. خوشحالی ها هیچ چیز ماندنی نیستن، هیچ چیز ماندگار نیست. نه انسان، نه او چیزی که داره، نه سلامتی که داره، نه پولی که داره، نه وسایلی که داره، نه خوشحالی که داره، نه غمی که داره. ماندگار نیست در دنیا. خیلی برای چی خود نگران کنم، خاطر چی خود پریشان کنم، برای چی خوشحال باشه کی برای وسایل خوشحال ازی باشه که من تنها کسی که دارم و همیشه همراهیم است و مرا در کار کمک مونم و من کسی که ما پیدا کرده ما پس طرف زو مورم و با چی اعمالی مورم و چی روی آبروی مورم. مهم اونویه وقتی کسی که رو بفهمه که تو با یک آبروی در یک پیش کسی که بس برمیگردی یک آبروی داره تو پریشان نی دیگه. چون برایت مهم نیه که امروز بمری فردا بمری 1 سال بعد 2 سال بعد بمری خوشحالی. مثل این که امتحان پاس کردی در حال امتحان هستی که مفهوم که امتحان پاس شده خوشحالی، فهمی که نتیجه خوب گرفتیم خوشحالی. در کنم داشتن مثلا ما فرض مثال يعني مثلا اگه بخوایم یک جسم رو قیچی کنم ما اصلا ولا که خیلی برای بازی است حتی یک جسم ما حتی کلیکن برز خیلی بازی است اما ای وقتای مشاکی اینا همه باید مو قرضی است. نه یک چیز است که صرف خدا است و قرض است. چه وقتایی است که اینا همهش زیر خواهد است، همهش که است یک ازمونی است. وقتی دو دنیا میشه اینا دزید از میشه. کسانی است که پشتیبانی میکنه. حالا ما دنیا که سرش دفاع کنیم تا که در هر قیمت میشه ما نگاه کنیم، اما دو دنیا که دزید از میشه. دیگه خانه‌ای که ما میشیم یک وقتاشون 100 سال بعد 200 سال بعد یک دونه بیگانه دبنج میشه. یک بیگانه که است مو دمیجاسیم دبن خانه میشه. خانه‌ای که مو کار کردیم، مو زحمت کشیدیم، مو پول تشکار کردیم، زحمت کشیدیم، استرس کشیدیم تا که بخوابی کشیدیم تا که او خانه رو سقوط کنیم. اما 2 سال بعد یک کس میشه که مو خبر نمیشناسیم. دیگه بسیار خوبه. باشه تشکر از خودتون که جلسه این پادکست رو برگزار کردیم. انشالله از در پادکست های بعدی که کشتیم بهتر عمل کنیم. دیگه یعنی بود دیگه سالیست محبت جودک انشالله دوستایی که کش کرده از بستی صحبت های ما اگر پس یا شکمبتی بوده اشتباهاتی بوده انسان هستن انجام میده از بزرگی خود خوب نادیده بگیرن. انشالله کنیم بهتر کنیم. حقا اوکی رایدی تشکر تشکر از خود وقت خوش. خداحافظ.